دیروز شاهد یه اتفاق مهم و دردناک در اقتصاد کشورمون بودیم. چیزی که بارها و بارها و ماه‌ها قبل هشدار داده بودم. دیروز طبق اعلام بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه‌ای بهمن ماه به 70% رسید، در عددی که در 100 سال گذشته در کشورمون بی‌سابقه بوده. بالاترین تورم مربوط به سال 1321 و در اواسط جنگ جهانی دوم بوده. این نتیجه ناکارآمدی دولت، ناکارآمدی اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولتمردان ما هستش. چیزی که عادت شده در اقتصاد ما با دادن شوک‌های لحظه‌ای و دوره‌ای سعی در کنترل داریم، ولی این آغاز یه فاجعه بزرگه، فاجعه‌ای به تبع بالاتر و دردناکتر از دی ماه گذشته، جوری که شاهد از دست دادن عزیزانمون از گرسنگی و قحطی در کشور خواهیم بود.